نیک د سلام په وړاندې کولو سره غواړم دقیقاً پوښتنه ورسره همدغه مطرح کړم. په تازګۍ سره اروپایي ټولنې پر عبدالله ولسمشر غني بیا ځلې غږ کړی دی او له دوی نه یې غوښتي دي چې تر څو دغه سیاسي اختلافات سره بالاخره پای ته ورسوي او دوی سره یوې هوکړې ته ورسیږي او دا ګواښ هم ورسره کړی که چیرې دوی سره یوې هوکړې ته نه رسیږي نو یعنې د دې خطر شته چې له امنیتي ځواکونو بېغبنایي پروژو سره یعنې په دې برخه کې پر نړیوالو مرستو باندې منفي اغېز وکړي. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې دا دواړه بالاخره څه مطلب لري، یعنې چې دا ملت سره په ګروګان کې نیولی دی، یعنې اصلي واکداران د دې ملک همدا دواړه دي؟ به نام خداوند بزرگ و توانا، با درود و عرض سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های عزیز شما و کارمندان کابل نیوز. همونطوری که شما فرمودید بسیار در حالت وضعیت خراب ما قرار داریم که از یک طرف بحران کرونا و از طرف دیگر بحران فقر و بیکاری و بحران عمیق‌تر و بسیار دقیقش هم بحران سیاسی در کشور هست که دو تا تیم مطرح در انتخابات گذشته آمدن برای اعراض کرسی ریاست جمهوری رقابت کردند و متاسفانه با کارکردهای کمیسیون انتخابات که نتوانست مدیریت انتخابات و دموکراسی را درست رقم بزنه، یک جنجال انتخاباتی پیش آمد و حالا این دو تا تیم روی در روی هم قرار دارند که به نظر من بسیار پریشانی را در سطح بین المللی هم ایجاد کرده. ما شاهد گفتار سران سیاسی ایالات متحده آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر هستیم که همه تاکید بر یک نظام همه شمول در افغانستان دارند. و حالا اگر ما بیاییم که دو تا تیم ملامت و سلامت که کی بیشتر در اینجا میتونه باشه، من فکر میکنم کسی که در رأس قدرت قرار داره و همه چیز در اختیار خودش داره باید کوتاه بیاید، سلامت افغانستان و نظام در نظر داشته باشد و به هیچ صورت اختلافات در بین سیاسیون در کشور به نفع نه خودشان است و نه به نفع مردم است. ما در حالتی قرار داریم که با اخطارهایی که ایالات متحده آمریکا هم داده 1 میلیارد دلار به خاطر موضوعات جور نیامدن و ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان اینا نتونستن و هم قطع شد و احتمال ازی داره که دیگر کمک ها هم بالای نیروهای امنیتی ما که بسیار مهم هستند هم قطع شود. و از طرف دیگه هم که جریان صلح امروز پیش روی است، اگر یک تیم وسیع از طرف این طرف حکومت جمع سیاسیون جور نشود با طرف طالبا که با ایالات متحده آمریکا هم توافقنامه را امضا کردن، بسیار مشکل است که ما بتانیم بریم و در مذاکره شرکت بکنیم و برنده باشیم و به اصطلاح از جمهوریت دفاع بکنیم. و به فرموده شما بله، این وضعیتی است که به گروگان گرفته شده، متاسفانه که هیچ کوتاهی در او دیده نمی شود، در صورتی که مشروعیت خود انتخابات و نظام هم که بسنجی رفت تقرب کرده بر صفر. اشتراک کنندگان در انتخابات چقدر بودن، مردم چقدر پاسخ دادن به دموکراسی و انتخابات، این همه معلوم است که ما و شما در جریان هستیم. دقیقاً بیک صاحب میخوایم امیر بپرسم، این ملت مظلومی که داره 45 سال در آتش جنگ میسوزه، بالاخره چرا از سوی دو بزرگواران به گروگان گرفته شده؟ علت در چی است؟ چرا این دو بزرگوار به جای منافع ملی دارن بیشتر تمرکز میکنن روی منافع شخصی؟ متاسفانه خود در ادوار تاریخ اگر ما نگاه بکنیم، سردمدارا همیشه حکام تاکید بر قدرت خودشان داشتن. کمترین کسانی بودن که آمدن به فکر ملتشان شدن و از رأی مردمشان و از دید مردمشان دفاع کردن، بنابراین موضوعات خودشان وقف مردمشان کردن. متاسفانه که اینا هم باید از تاریخ بیاموزند و گذشته ها را دقیق مطالعه بکنند که کسانی که بر قدرت تاکید داشتن، برای یکتازی تاکید داشتن که ما باید در قدرت باشیم، بالاخره چی شدن؟ بجز از اینکه یا نام نیکشان باقی ماند یا اینکه نام بدشان باقی ماند. اگر کار خوب انجام دادی خب مردم خودت به خوبی یاد میکنه، اگر
کار بدی انجام دادی، خدای ناخواسته مردم میان به بدی یادت میکنند که در تاریخ باز بدنامی و رسوایی بیشتر ایجاد میکنه. من فکر میکنم اینا باید زیادتر توجه به مردم داشته باشن. دیگه این ملت و این مردم توان جنجال، توانی از این که دیگر هم روز کشتار خونه ببینن، هر روز فرزندانشان در سنگرهای دفاع از وطن شهید شوه و به ماتم بنشینن و هیچ راه چاره وجود نداشته باشه، برای همین طور است. این خو یک توصیه است که باید صورت بگیره که اینا این کارا بکنن. حالا که اینا اما چیز دقیقاً پرسش همینجا است آقای بیگ، پرسش همینجا مطرح میشه. چیزی را که شما مطرح کردین و اشاره کردین برش بارها تقاضا شده و تقاضا صورت گرفته اما پذیرفته نمیشه و این دو بزرگوار اصلا نائل نمیان به این موضوع. علت در چی است؟ علت من فکر میکنم در ایست که بر تیم سازی هایی که اینا صورت دادن، تعهداتی که در بین خودشان دارن و بعض دیدگاه هایی که در بین دو تا تیم وجود داره، بنابر او است که اینا کوتاه نمیآیند. یعنی شما میتونید که منافع چند تا را در هر مثلا جستجو بکنید که اینا به دنبال بحران سازی هستند و هیچگاه سر سازش با دیگر سیاسیون ندارن. چون اگر اینا بیاین سازش با اینا بکنن، چند تا آدم دیگر داخل نظام شو کار بکنن، از مفاد اینا کم میشه. اینا میخوان بیشترین مفاد خودشان ببرن و دیگران را برش وقت نگذارن. و از طرف دیگه هم که تیم ثبات و همگرایی در مقابل تیم دولت ساز قرار داره، او هم که همیشه عنوان میکنه که انتخابات سالم نبوده و ما دفاع از دموکراسی و رای مردم میکنیم، و او طرف قرار داره تحلیف هم اجرا کردن حکومت دیگه هم دیدگاه اونایی است که ما نظام غیر متمرکز میخوایم در این سرزمین به وجود بیاید که مشکل افغانستان ریشه‌ای حل شود. دیگه ما هر 5 سال برای یارگیری خود ما مثلا از اقوام، از زبان، از مردم، سیاسیون انتخاب نکنیم که اینا را بیاریم برای خود ما چند سبایی که استفاده شد، باز پس دوباره بریم برای یک اقتداری که او اقتدار در دست یک فرد باشه. یعنی دو تا دیدگاه اینجا مطرح هست، یک دیدگاه اقتدارگرایی و خودکامگی و دیگه طرف هم که ادعایشی است که ما به خاطر مردم و ملت و اینا میخوایم نظام غیر متمرکز داشته باشیم. اینا ظاهر قضیه است، اما در اصل قضیه که باطنش هم ما و شما ببینیم، اما چیزایی است که منافعی است که گره خورده اینا میخواین همیشه از او سود ببرن. امیال شما خوب میفهمید که چقدر کمک های دنیا آمد در اینجا غارت شد و هیچ به درد مردم نخورد. امروز دولت توانایی کمک کردن برای مردم نداره، یا 4.5 کیلو گندم کمک میکنه یا 2 تا نان خشک برای مردم میده. آیا خجالت آور نیست که این ملتی که چقدر پول از بنامش از دنیا سرازیر شد، بالاخره در جیب همین زورگویا و همین کسایی که به اصطلاح خودش خدمتگار مردم میگفتن بردند و غارت کردند و دزدی کردند و امروز ملت فقط 2 تا نان خشک برش توزیع میکنن. او بیچاره، ملت بیچاره چی کنه؟ همیشه از نام از اینا استفاده شده، از رأیشان استفاده شده، از دیدگاهشان استفاده شده. متاسفانه که این وضعیت به این گونه در این حالت کرونایی جریان داره. دقیقاً میخوایم بپرسم آقای بیگ، چیزی را که بیشتر شما اشاره هم کردین، کمیسیون مستقل انتخابات بالاخره نتیجه را اعلان کرد و جهت برنده را هم اعلان کرد و آقای محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور کشور دوباره اعلان کردن. در اصل در چنین وضعیت بحرانی به نظر شما چی باید کرد که از این وضعیت بحرانی و از این وضعیت فعلی بالاخره یعنی نجات پیدا کنیم ما و شما؟ با نظر اومد که امید حالی که همه چیز در اختیار ارگ قرار داره، ارگ ریاست جمهوری باید توجه داشته باشد که اگر 15 نفر یا 10 نفر در کشور ناراضی باشه برای یک نظام، برای یک دولت، برای یک حکومت دردسر است. به خاطر از این که او میتونه هر چالشی را ایجاد بکنه. آلینا باید خودشان جمع جور بکنن و ببینند وضعیت اطراف خودشان که در داخل چقدر مشکل وجود داره و در مقابل که طالبان هستند امروز با عنوان یک قدرت و با عنوان یک حکومت حتی میتونیم بگوییم که شناخته شدن.
سران ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر با اونا مذاکره میکنن و دیگه سفیرها با اونا میبینن، امیال موازیشان با پاورجاست، اراضیشان پاورجاست، سلاحشان هنوز مورد بحث نیست که اینا سلاحشان چی میشه و دیدگاهایشان هم سر جایشان است. یعنی توافق هم با ایالات متحده آمریکا هم صورت گرفته و از طرفی هم که $1 میلیارد هم در اینجا قطع شده. این را ارگ باید توجه بکنه، خودش بیاید در یک حالت قرار بده که ممکن بکنه برای مردم. در چنین وضعیت به صفت یک آگاه امور، شما تقاضای شما از هر دو جهت، هم از آقای رئیس جمهور و هم از آقای عبدالله، یعنی از هر دو در چنین وضعیت شما چی تقاضا دارین تا این وضعیت یعنی حل پیدا بکنه؟ دقیقا شما مشخصا از این دو جهت چی تقاضا میکنین و صدای شما بالای از این دو بزرگوار چی است؟ خب اولی که ما اگر بخوایم یک خواهش بکنیم او هم اخلاقی می باشه که مثلا ما بگویم که شما این کار بکنید که بالاخره حرف ما و شما هم است که باید جور به بین خودتان. این حرف آخری اما چیزی که مکررن تقاضا شده و هیچ نتیجه نداده، اصلا انعطاف در این مورد هیچ صورت در این جهت تا انعطاف صورت نگرفته. اصلا بله، اما چیزی که خواهش و تقاضا ما شما اصلا مد نظر گرفته نمیشه. ما هم باید بگوییم که جور به ولی از خدا دیگه بیشتر ملت رنگ نتی بیای، شما هر کسی که تقسیماتی در اونجا میکنه خودتان به یکیتان رئیس جمهور، دیگه تان هم رئیس اجرایه یا رئیس شورای صلح، هر چی که میشه جور بیاید. اما این من فکر میکنم مقطعی است. پیشنهاد من به عنوان یک شهروندی است که هر دو طرف باید به حل ریشه‌ای مسئله در افغانستان بپردازند. اگر ما بتانیم که یک نظامی را شکل بدیم که دیگه اینمی نارضایتی‌ها در بین وجود نداشته باشه، اتومات هر کس بره در نظام برای خدمتگزاری خودش کار خود احراز بکنه و بتونه کار بکنه. اگر والی از با دست باز کار بکنه، اگر وزیر از با دست باز کار بکنه، اگر رئیس جمهور از صلاحیت خود داشته باشه، اگر صدر اعظم از صلاحیت خود داشته باشه، این همه چیز ما باید عادلانه برای نظام افغانستان باید تقسیم بکنیم. این کار هم مشکل نیست. شما میتونید در تعدیل در قانون اساسی با وجود بیارید، عاجل که ما با طالبان هم در مذاکره هستیم، دیدگاهی از اونا هم گرفته شود، سه طرف قضیه بنشینن به سر یک نظام توافق بکنن که ما در آینده خدا مشکل نداشته. چیزی که پیشتر شما در سخنان ابتدایی تان هم اشاره داشتین، میخواستم من میره بپرسم از شما و حال شما مطرح ساختین دوباره که یعنی شما بیشتر تقاضایتان از سوی ارگ بوده که گویا اونا جهت برنده هستن و اونا باید از انعطاف بیشتر کار بگیرن. شما چی فکر میکنین؟ یعنی شما تقاضا میکنین، تقاضای شما ای است که گویا تعدیل در قانون اساسی با وجود بیاید و اصلا چیزی که تیم ثبات و همگرایی تقاضایش داشتن و دارن فعلا هم ایده از یعنی افراد از یک تعداد از این تیم فعلا هم همین تقاضا رو داره که گویا نظام باید تغییر بکنه و نظام باید صدارتی شود. اصلا شما چون این تقاضایی را دارین و این اصلا در این مقطع زمانی امکان پذیر است، امکان داره؟ خب ما شما یک سابقه 2014 را داریم به خاطر مشکلات عین چیزی که حالا وجود داره، اما وقت هم وجود داشت. به خاطر حل بحران و عبور از بحران ما و شما دیدیم که ریاست اجراییه را به وجود آوردن که تا تنشا فروکش کرد. یعنی چیزی که وجود داشت در آینده باز دوباره به همون برخوردیم. من نظرم ایسته که ما هر قدر کاری که بکنیم بیایم مثلا چند سوای وزارتخانه را تقسیم بکنیم و رأس قدرت دست یک نفر باشه، دوباره بس که ما بعد از 5 سال بریم عین مشکل برمیخوریم. اگر ما بتانیم که مقدور هم است و امکان پذیر هم است، میتونه که حال در این حالت کرونایی که نمیشه تجمع مردم، مجلس مثلا این گپا برگزار نمیشه، بعد از این هم اگر توافق صورت بگیره هر دو طرف بگویند که برای سلامت افغانستان، به خاطر از اینکه دیگه افغانستان از بحران‌های به وجود آمده بیرون شود و هم بتونه کمک‌های جانب ایالات متحده آمریکا را جذب بکنه و هم بتونه با طرف دشمنش که طالب هست با او هم خوب برخورد بکنه، باید یک جبهه در اینجا ایجاد شود.
این جبهه عبارت از جبهه عادلانه باید باشه، عدالت درش باید به وجود بیاید. چگونه شما عدالت؟ نمیشه که یک طرف قدرت خودتون قبضه بکنید. مثلا چگونه عدالت آقای بیگ؟ چگونه عدالت؟ شما منظورتان از عدالت چی است؟ عدالت اجتماعی یک اصل مسئله در افغانستان است که به او متاسفانه پرداخته نشده و اگر ما بحث حال در اینجا نمیشه که ملت سازی را بریم دنبالش، یک دولت مدرن باید ما می ساختیم، بعد شهروند می شدیم که یعنی شهروند اینجا مطرح می بود و نه ملت و ملیت و قوم و زبان. متاسفانه که کارا انجام نشد. برای بیرون رفت از این گپا برای ملت سازی ما میتونیم پایه های اساسی یک نظام عدالت محور که در او بتانه که همه مردم اشتراک داشته باشه، تمام ملیت ها در اوج احساس کمبودی نکنند، یک نفر قدرت قبضه نکنه. مثلا نظام غیر متمرکز که از او یاد میشه که یک نظام غیر متمرکز صدارت اجرایی به وجود بیاید، ولایت ها صلاحیت ها برایشان داده شد و والیا بتونن دست باز کار بکنن. شهرداری ها مثلا انتخابی باشه، مردم بیان شهردار خودشان انتخاب بکنن. اینا هست که یک بستر عدالت در این سرزمین به وجود میاره. حتی والیا را ما میتونیم از جانب مردم انتخابی بسازیم، میتونیم ولسوالای خودشان را مردم انتخاب بکنن مثل شورای ولایتی و وکلای خودشان. اینا همه بسترهای عدالت است که ما باید بهش فکر بکنیم. متاسفانه که میبینیم به حد کوچک شده قدرت رفت و آیسته آیسته بالاخره از خود صحبت میشه. آقای بیگ شما منظورتان یعنی آقای بیگ شما منظورتان است که گویا حکومت همه شمول باید ایجاد شود؟ دقیق میخوایم از شما پرسان بکنم. قسمی که شما اشاره کردین ما یک تجربه تلخی از حکومت وحدت ملی که 50-50 گفته میشد داریم و با او حکومت در 2014 نام گذاشتن که گویا حکومت وحدت ملی است، چیزی که در اصل از لحاظ قانون اساسی رسمیت نداشت، ولی او یک چیزی بود که به اساس یعنی در روی یک کاغذ یک تفاهم صورت گرفت. ما تجربه داریم از او حکومت و او را حکومت وحدت ملی می نامیدن و قدرت هم بدون شک در دست یک طرف و یک جنا نبود. دو شخصی که فعلا بالای قدرت جنگ دارند و آن زمان هم در رأس قدرت قرار داشتند. چه فکر میکنین یک تجربه تلخ از حکومت وحدت ملی و از نام وحدت ملی که در آن زمان بالای حکومت مانده شد نه به خود قابل قبول است و نه به ملت و نه هم به جامعه جهانی؟ یعنی این تجربه تلخ را در نظر گرفته شما چه فکر میکنین چگونه یک حکومت همه شمول باید ایجاد شود؟ در اصل همی تعریف شما از حکومت همه شمول یا حکومت توافقی چی است؟ یعنی نتیجه خود داشت انتظار میره که گویا بازم یک حکومت ایجاد خود شد تا به نفع ملت باشه این بار، نه به نفع چند رهبر و چند اشخاص؟ خب چرا اول خوی باید پرسان شود که چرا حکومت وحدت ملی ایجاد شد؟ به خاطر از اینکه اعتراضات مردم بالاخره منجر به حکومت وحدت ملی شد. متاسفانه ما در 5 سال گذشته یک نظام یک حکومتی را داشتیم که در قالب قانون اساسی جایگاه نداشت. بله. این خب معلوم دار بود. حالی اگر ما بیم تاکید بر این بکنیم که قانون اساسی را محک قرار بدیم که ما به اساس یک پیش میریم، خب 5 سال دیگه هم شما غیر قانونی حکومت در اینجا داشتید. و از طرف دیگر اگر یک پست نمایشی ریاست اجراییه به وجود آمد در اونجا، 2 تا موضوع میتونه در اونجا بسیار واضح و روشن باشه. یکی کمکاری دکتر عبدالله که نتونست از پست ریاست اجرایی خودش دفاع بکنه و خدمتگزاری رو برای مردم ایجاد بکنه، مقصر دکتر عبدالله بود. و از طرف دیگه بازم خودکامگی ارگ بود که صلاحیت‌های آنچنانی را که ریاست اجراییه مثلا بعد از 2 سال باید تعدیل در قانون اساسی ایجاد میشد که ارگ ریاست جمهوری به این آماده نبود، نکردی کاره. ما دیدیم که لوی جرگه مشورتی را خواست اما لوی جرگه قانون اساسی را نخواست که تعدیل به وجود می آورد. متاسفانه اراده وجود نداشت، در هر دو طرف اراده وجود نداشت برای یک کاری که ما حالا نتیجهش باید خوب میدیدیم، مردم امیدوار می بودن، مثلا نظام غیر متمرکز می داشتیم یا اصلاح نظام می داشتیم. بله، من خواهم از شما پرسم آقای بیگ، یعنی قسمی که شنیده میشه در اواخر خصوصا در هفته اخیر
گزارش‌های با وجود آمده یا گزارش‌های شنیده میشه که گویا توافق تا حد توافق بین عبدالله و رئیس جمهور غنی صورت گرفته بالای شورای مصالحه عالی شورای صلح که رهبریش باید به دکتر عبدالله داده شود. یعنی چیزی است که اصلا ارگ هم میره پذیرفته که یعنی بالای از این مسئله توافق صورت گرفته. اما سوی دیگر گفته میشه که گویا تعداد از یعنی بعض از افراد در تیم ثبات و همگرایی مخالفت دارن با این و اصلا و میخواین که گویا چیزی را که پیشتر شما هم اشاره کردین نظام باید تغییر بکنه و قانون اساسی باید تعدیل به وجود بیاید و نظام صدارتی شود و اصلا اونا هر یکیش تقاضای زیرا داره که باید سهم داشته باشن در حکومت. چه فکر میکنید با این اختلاف ها آیا انتظار میره که با یکی دو روز یا یک هفته و یا هم ماه آینده این معضل چیزی که اصلا در دو سه ماه ما شاهدش هستیم که این بحران به درازا کشیده شده، یعنی اصلا انتظار میره که گویا این معضل به این زودی ها حل شود؟ با مشکلات به وجود آمده تیم ثبات همگرایی یک دیدگاه خاص خودش داره و دیدگاه ارگم دیدگاه دیگری هست. اما طوری که شما فرمودید ریاست شورای عالی صلح آقای غنی و دکتر عبدالله پیشنهاد کرده و از طرف دیگه گفتم و افراد که میفهمی کار میکنن وزیر و والی و اینای هستن معرفی کنی و ما تا در کابینه سهم داده شو با اونا بله ایجاد نکنیم که بیان کار بکنن. بله. این پیشنهاد از اونا بود. تا جایی که من خبر دارم در تیم ثبات همگرایی همونطوری که شما هم فرمودید اعتقاد و اراده بر تغییر نظام بیشتر دیده میشه. بله. و اونا تاکیدشان بر است که ما باید ریشه‌ای موضوع را حل بکنیم. یعنی این کار نمیتونه که موضوع افغانستان ریشه‌ای حل بکنه. هر انتخابات هر بار ما منتج به یک چالش میشیم و بر میخوریم به یک بنبست. باید اونمو وضعیتی که شما فرمودی که تعدیل در قانون اساسی باشه و تغییر نظام باید باشه. نظام غیر متمرکز به این معنا است که دیگه از دست یک شخص باید تقسیم شود به لایه‌های پایین و اینا بتونن صلاحیت‌های خودشان داشته باشند در امر خدمتگزاری و کار در این کشور. رئیس جمهور هم باشه، 3 تا قوا هم باشه، مثلا صدارت اجرایی هم باشه. این نظریاتی است که از طرف ثبات و همگرایی مطرح میشه. اما از جانب ارگ پیشنهاد ریاست عالی شورای صلح و دکتر عبدالله داده شده که بیا کار بکنه و آماده نیست که اینمی قدرت که به طور مکمل. حالا شما فکر بکنید اصلا مشکل در قانون اساسی هم داریم ما که همین قانون اساسی و کمک خلیلزاد و یارانش ساخته شدن وضعیت افغانستان درست درک نکرده بودن. تمام صلاحیت های یک کشور آوردن دست یک نفر دادن. فکر کنید حالا یک نفر کی باشه؟ حالا آقای غنی نباشه، مثلا عبدالله باشه، عبدالله نباشه نباشه باشه، هر کسی که باشه در اونجا دیکتاتور میشه. به خاطر که یک شاه مستبد اونجا باید شما داشته باشید. یک شاهی مطلقه را ایجاد کرده. تمام صلاحیت ها دست یک نفر. یک ولسوال هم در آخرین نقطه افغانستان تعیین میشه، باید از دست رئیس جمهور باید معرفی شود. در این اواخر ما شما دیدیم پیشتر سوال اگر سوال پیشترم اگر باز تکرار نشه، خب دقیقاً پیشتر هدف ما همین چیز بود ولی ما جواب خود درست نگرفتم. چیزی که پیشتر به حکومت وحدت ملی 50-50 اشاره کردم، اگر قرار باشه که باز هم این دو رهبر در رأس قرار بگیرن و قدرت بین دو تا تقسیم شود، باز هم امو تجربه تلخی است. اگر والی کابل را رئیس جمهور غنی معرفی کنه ممکن آقای عبدالله مخالفت داشته باشه. اگر وزارت خارجه را همچنان، وزارت داخله را همچنان، یا سایر وزارت ها، باز همو سناریو و همو داستان تکرار میشه. بیم از اونمو قضیه میره. بازم آقای بیگ، خب مشکل همی است که ما دیدگاه ما نسبت به قضیه چگونه است. من میخواستم عرض بکنم ارگ ریاست جمهوری دیدگاهش است که ما در رأس قدرت قرار دارم، شما بیای مامور رو مشوید، من شما را تعیین میکنم. هر زمانی هم که خواستم
شما را از بدنی حکومت از کارتان برکنار میکنم، شما هم چیزی کاری کرده نمیتونید. اما چیزی که اونا گفته میرن، بله اونا باز در کنارش ایران میگن که گویا ما برنده انتخابات هستیم و کمیسیون مستقل انتخابات وثیقه انتخاباتی را به ما تسلیم کرده و ما مشروعیت داریم و یعنی گفته های است که اونا از خود دفاع میکنن و این چیزا ارائه میکنن. آقای بیگ خب مشکل همینجاست که حالا ایجاد شده شما تیم ثبات همگرایی را بر موضوعش که تاکید داره به خاطر عزیز که میگه شما کودتای انتخاباتی کردید، شما اصلا برنده نبودید که آمدید قدرت قبضه کردید و حالا میخواهید که ما را مامور خودتان بسازید. اونا دیدگاه های هر دو طرف فرق میکنه. بسیار مشکل است که دو تا دیدگاه را با هم ما بتونیم که وصل بکنیم. الا ای که خودی از اینا اگر به سلامت افغانستان فکر بکنند، کوتاه بیایند و بتونند که یک نظامی را بسازند که مطابق میل مردم افغانستان باشه و دیدگاه های دیگری هم که وجود داره و این از عبارت از است که نظام غیر متمرکز میتونه ما را از این بحران بیرون بسازه، نه ای که امی قانون اساسی سر جایش باشه و به امی منظور که هر کس بیا از این دفاع بکنه که من مطابق از این کار خودم انجام میتم. وضعیت شما به گونه‌ای میبینید که بسیار در داخل خراب است. یعنی به نظر شما یعنی به نظر شما جز تعدیل قانون اساسی راه حل دیگری وجود نداره اصلا؟ برای فعلا چرا؟ همونطوری که زمزمه‌های سابق هم میشد ما بریم به طرف یک حکومت موقت مثلا بتونه که در رأسش کسی باشه که نه از این تیم باشه و نه از اون تیم باشه و این بتونه که اقتدار در دست بگیره، زمینه را بر انتخابات بعدی بعد از 6 ماه 1 سال 18 ماه مهیا بسازه. یک کمیسیون انتخابات که بتونه او واقعا مستقل باشه ایجاد شوه و دوباره اعتبار و اعتماد انتخابات هم به افغانستان بر بگرده. ما بتونیم سر از نو شروع بکنیم، دیگه چاره وجود نداره. این هم راه دیگری است. این چیزی را که شما اشاره کردین، شما در جریان هستین، چند قبل ایالات متحده امریکا مقرر نوشدار داد، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا اصلا این موضوع را واضح و اوریانتر ساخت که اگر قرار باشه که رئیس جمهور غنی و عبدالله با هم جور نبیاین و اصلا از انعطاف کار گرفته نشوه، یعنی بحران همین قسمی که جریان داره ادامه پیدا بکنه. چیزی را که شما فعلا اشاره کردین، آیا دقیقاً اشاره ایالات متحده امریکا هم بر همین جا بوده که گویا ما ناگزیر هستیم تا از یک گزینه سوم یا یک انتخاب سوم ما استفاده بکنیم و مراجعه بکنیم اونجا؟ اصلا میخوایم این موضوع یک ذره یک کم اوریانتر اگر صحبت بکنیم این موضوع روشن شود. دقیقاً تطابق با مو صحبت های شما داره این موضوع؟ خب وضعیت و قسمی است که ایالات متحده امریکا، کشورهای کمک کننده اروپا، کشورهای منطقه اطراف افغانستان خوب قضایا را در داخل میبینند. شما امروز 3 تا حکومت داری، یکی حکومت آقای غنی، یکی آقای عبدالله، یکی هم حکومت طالبان. یک بحران به وجود آمده. همیشه تاکید ایالات متحده امریکا و اروپا و همین کشورهای دیگری که نسبت به افغانستان یک حکومت همه شمول، یک نظام همه شمول آمدن عنوان کردن به معنای از این بود که شما جور بیایید. اما ای که پروپوزال یا اما موضوعی را که باید جرامت چگونه باید صورت بگیره، این خب برمیگرده بر داخل که باید ما مطابق به درد خود ما باید یک دوایی را پیدا بکنیم که بتانیم را پیشکش بکنیم به دنیا که ما این گونه جور آمدیم. حالا ای که از طریق حکومت موقت میشه، تعدیل در قانون اساسی صورت میگیره، در مذاکره با طالبان در موضوع صلح یک نظام تشکیل میشه که همه طرفا بیان بشینن یک نظامی را بسازن که کلگی قانع باشه، در این سرزمین دیگه هیچ کس اعتراض نداشته باشه. اینا همه نسخه های میتونه باشه که ما به دنیا ارائه بکنیم، ظرفیت خود ما را نشان بدیم که ما این گونه جور آمدیم. البته تاکیدشان همیشه بر این بوده که شما بین خوب میبینند که در ارگ یک تالیف اجرا میشه، در اجرایه یک تالیف دیگه اجرا میشه. امریکایی‌ها میتونستند این را مانع شوند یا زور بگویند و بگویند که شما قطعا این کار نکنید، چون میدیدند که بحران به حدی رسیده که تا همینجا در کابل در ارگ ریاست جمهوری باید 2 تا حکومت اعلان شود. دیگه اونا همیشه تاکیدشان بر ساختاری است که بتونه جوابگو باشه برای مردم افغانستان. چیزی را که شما اشاره کردین ما ارائه بکنیم برای دنیا که ما میخوایم یک نظام همه شمولی را
که در او همه کس خودش یافت بکنه. آقای بیگ میخوایم از شما بپرسم، موضوع مهم را اشاره کردیم. اگر ایالات متحده امریکا صادق است و میخواهد که این بحران به پایان برسه، دقیقاً قسمی که در 2014 اقدام کردن و حکومت وحدت ملی ساختن و جان کری اینجا حضور یافت، چرا ایالات متحده امریکا این وضعیت را به گونه مبهم و به این وضعیت هم رها کرده و رفته؟ فقط یعنی مستقیم مداخله نمیکنه و هشدارهای غیر مستقیم داده میره. علت در چی است؟ آیا ایالات متحده امریکا خود میخواهد که وضعیت چنین پیدا بکنه یا نه ادامه داشته باشه؟ بازم میپرسم اگر ایالات متحده امریکا قرار باشه که یعنی انتظار از این داشته باشه که این بحران حل شوه، چرا مستقیم مداخله نمیکنه و نمیه اصلا این دو رهبر را بین خود یعنی مستقیما به مذاکره نمیشونه و تا یک راه حل برش پیدا شود؟ دقیقاً 2014 واره. خب من فکر میکنم که وضعیت 2014 نیست و وضعیت 18 سال پیش هم نیست. ایالات متحده آمریکا او ایالات متحده آمریکایی که بود حالا نیست. وضعیت در منطقه در سطح جهان بسیار متفاوت است، تغییر کرده. شما میبینید به یک بارگی ایالات متحده آمریکا کسی را که تروریست خطاب میکرد، دشمن بشریت خطابش میکرد، به دنبالش بود، میره با او موافقت نامه امضا میکنه. 180 درجه تغییر کرده وضعیت. حالا گفته میشه که باعث بلک واتر میخواد از طالبان استفاده شود علیه تروریست های دیگر. و از جانب دیگر روسیه 2014 نیست، 18 سال پیش روسیه نیست. روسیه در منطقه قدرتمند شده. ایران رقیب ایالات متحده آمریکا در اونجا ناظر اوضاع در افغانستان است. پاکستان در این طرف همسایگی ما، هند در اونجا، عربستان در اون طرف، دوحه قطر شما میبینه که میزبان طالبان است در اونجا، او را نگهداری میکنه که در صورتی که هر روز مردم ما را طالبا میکشند. این وضعیت به گونه هست که ایالات متحده آمریکا فکر میکنه که وضعیتی که در منطقه و در سطح جهان به وجود آمده او حالت حالا اخطار دادن نمیتونه. یک تیم، یک مردم میره که خواسته هایشان آمدن مطرح بکنن و به علت امی است که مثل 2014 که جان کری آمد دیگه اینا نیامدن که این کارا بکنن. حالا شما دیروز دیدید که 10 تا سفیر با آقای دکتر عبدالله صحبت کردن در موضوع صلح افغانستان و بحران سیاسی. عملا یک حکومت در اونجا شکل گرفته. این بحران چطور شما میتونه که خاتمه بده؟ اون طرف هم هر ریاست جمهوری به رسمیت هم نشناخته بعض کشورها به صورت اساسی. روسیه مثلا هیچ پیامی نداده. ایران تشنجایی به وجود آمده، 2 تا دیپلماتایشان از جواب دادن، اونا هم 2 تا دیپلماتای افغانستان از اونجا کشیدن. یعنی وضعیت به گونه هست که در سطح منطقه و جهان بسیار تغییرات آمده. اصل گپ است که با این مطالعاتی که ما باید داشته باشیم نباید سر قدرت خود ما تاکید بکنیم، برای مامورسازی دیگران تاکید بکنیم، صادقانه با مردم خود باید صحبت بکنیم. به موضوع کشور خود ما را و سلامت کشور را در نظر گرفته راهی را پیدا بکنیم که ما چه دشمنی بین خود ما داریم، ما چرا باید با هم دشمن باشیم، هر روز یک دیگر را بد و رد بگوییم. اگر استعدادی وجود داره برای کار، برای خدمتگزاری، باید صادقانه در کنار هم ایستاد شویم، یک جبهه را بسازیم که ما بتانیم هم در منطقه رقیبای خارجی خود ما را پاسخ گفته باشیم، هم به دنیا ظرفیت خود نشان بدیم که ما مردمی هستیم که میتونیم مشکل خود ما را در بین خود ما حل بسازیم. به نظر من ادامه دادن این گونه تنش‌ها و این گونه قدرت نمایی‌ها نه به نفع مردم است، نه به نفع خودشان است. کسانی هم که در این کارا را انجام دادن بالاخره سرنوشت هم به جایی شد که یایی که نتونستن ادامه بدن بالاخره سقوط کردن. چرا باید این کار صورت بگیرد؟ با عنوان پرسش اخیر میخوایم از شما مطرح بسازم. بپرسم آقای بیگ چی فکر میکنین چون این وضعیت را دیده و این بحران را هم ببینین که بیخی به درازا کشید؟ آیا میخوایم از شما بپرسم این دو رهبر هم دکتر عبدالله و هم رئیس جمهور غنی آیا کدام تعهد سیاسی در برابر ملت دارن؟ متاسفانه که در یک کلمه اگر بگوییم که نخیر. اگر می داشتند اینا در 5 سال حکومت وحدت ملی
باید نتیجه کارشان امروز ما میدیدیم. متاسفانه که ما ندیدیم. فقر، بیکاری، مهاجرت و اینمی چیزها را ما و شما بیشتر دیدیم که امروز هده از این وطن رفتن به کشورهای دیگر. اصلا اعتمادی بر سرمایه گذاری در افغانستان وجود نداره. از وضع بد امنیتی، از ضعف مدیریتی که امروز اردوی ملی ما و شما هر روز بدتر از کرونا میبینیم که 35 نفر، 40 نفر، 100 نفر شهید میشن. خانواده های شهید ما و شما میبینیم که بیچاره هیچ چیزی هم برای خوردن نداره، رسیدگی بر اونام صورت نمیگیره، هیچ تعهدی وجود نداره. اگر صادقانه هم عرض بکنم که اگر اینا بیان اردویشان محترمانه برای یک شورا، برای یک کدله را که او ساخته شود از مردم خوب با اراده ملی به اونا بسپارن، شما برید کار خودتان بکنید. اگر تعدیل در قانون اساسی هم میارید شما کار بکنید. اگر حکومت موقت هم تشکیل میده شما میفهمید. ما دیگر رفتیم، این ضعیف هم شدیم، ناتوان هم شدیم، کار خوب هم انجام ندادیم. فقط اقتدار ملت بر ملت تعلق داره که باید بره به مردم تعلق بگیره. این خوبترین کار است. در غیر از او یا هم آزمایش شدن، آزمودن خطاست. نه آقای غنی کاری کرده میتونه با همه تمطراقش و نه آقای عبدالله که با 5 سال ریاست اجرایه که هیچ نتونست از حق مردم دفاع بکنه و کار را انجام بده که امروز آبرومندانه می بود. اردوی از اینا کار را انجام ندادن. تشکر آقای امور سیاسی عین الدین بیگ از حضورتان که فرصت گذاشتین و در برنامه اشتراک کردین. جهان سپاس. تشکر. ممنون. درنو لیدونکو له تاسې هم یوه نړۍ مننه کوم چې د خپرونې تر پایه له ما سره واست. تر بلې خپرونې د خدای په امان ښې چارې.